بینندگان عزیز، بار دیگر سلام. ساعت به وقت شهر پراگ رسیده است. تا برنامه اخبار آزادی کمتر از 3 ساعت دیگر باقی میماند. در این فاصله وقت شما را با سرخط موضوعی برنامه آشنا میکنم. شکل کامل این و دیگر موضوعهای جالب را در اخبار آزادی خواهید دید. امروز 8 مارس در سراسر جهان روز بین المللی زنان تجلیل می شود، ولی در تاجیکستان شروع از سال 2010 روز بین المللی آزادی زنان تبدیل به روز مادر گشت. اکنون 8 مارس به عنوان روز مادر تجلیل می شود و روز تعطیلی رسمی است. با استفاده از این فرصت تمام زنان و بانوان و مادران را در تاجیکستان با این جشن تبریک می گوییم و برایشان خوشی های روزگار را تمنا داریم. ضمناً همکاران ما حال و هوای دوشنبه جشنی را در این روز به نوار می گیرند و در برنامه اخبار آزادی در این باره برایتان یک گزارش زیبای پیشکش می کنیم. ما را همراهی کنید، آن را یک جا می بینیم. دادگاه در روسیه صنایع مرافعه دادگاهی الکساندر سیامین نفری متهم به قتل هویدا طلازاده را معین کرد. تحقیق پرونده قتل هویدا طلازاده کودکی 5 ساله تاجیکی در ناحیه سرپخوی روسیه کشته شده بود 9 ماه ادامه داشت و اینک پرونده به دادگاه رفت. بجز از سیامین باز کیها را در صادر شدن این جنایت عیبدار میکنند؟ منتظر باشید، در برنامه اخبار آزادی برایتان خواهیم گفت. در برنامه امروز همچنان مصاحبه همکاران ما با شراف‌الدین گدایف فعال مخالفین در اروپا را داریم. شراف‌الدین گدایف در شهر آمستردام هلند تفصیلات پیدا شدن خود را در دوشنبه قصه کرد. برنامه اخبار آزادی را تماشا کنید و از تفصیلات این حادثه از زبان شخص اول آگاه خواهید شد. یک بیناکاری که از گنبد مسجد بزرگ دوشنبه افتاده بود در بیمارخانه از عالم درگذشت. این دومین نفر است که در پی افتادن در محل ساختمان مسجد فوتید. در برنامه اخبار آزادی در مورد شخصیت این بیناکاری فوتیده و هم رعایت نشدن قاعده های بی‌خطری در ساختمان های تاجیکستان برایتان گزارش میدهیم. بیننده ارجمند، بر زمین خبر و گزارش های جالب دیگر نیز داریم. تا کمتر از 3 ساعت دیگر برنامه اخبار آزادی را مستقیما و یا هم ثبت آن را در آزادی ویدیو صحیفه ویژه ما در یوتیوب تماشا کنید. پخش مستقیم برنامه ما همچنان در وبسایت رادیوی آزادی www.azadi.org و هم صحیفه های ما در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و ادنکلاستیکی دسترسند.